استاد محترم سلام علیکم. حاضر یک دو سخن درباره پرورش چهارمغز و درباره پرورش نوک گپ می‌زدید. چهارمغز پروری یکی از شغل‌های قدیمی مردم تاجیک است که هزارها سال پیش پرورش می‌کردن و امروز هم پرورش می‌کنن. لیکن امروز تمام ساحه چهارمغز پروری به سیستم نوی با خوی اینتنسیوی چهارمغز گذاشته شدن. ما باید چهارمغزها را همین طور پرورش کنیم که نه قد بلند داشته باشند، میان قد باشند، حاصلشان رو جمع کردن و زهرپاشی، شکل درآوردن و دیگر پرابلم‌ها حل کرده شود. در بسیار حالات‌ها گفته می‌شود که چهارمغز شکل درآوردن نمی‌شود، زهر پاشیدن نمی‌شود، باید با خوی مقرری باید کنیم. طلبات نسبت چهارمغز پروری مغز سفید است. مغز چقدر سفید باشه همقدر طلبات زیاد است. باید به در آمده با همون چهارمغزهای مغز سفید ما باید بسیارتر مشغول شیم برای زیاد کردنش، پرورش کردنش. حتما بغیر از شکل درآوردن و بریش شاخه‌ها رو گذراندن در وقت کرختی درخت، حتما یک نازکی دارد چهارمغز بریدن. حتما وقتی شکل میبرید و در زمستان میبرید، اولی بهار برید با خوبتر پیش از نشنمو داری کرختی است، یعنی ماه فوریه ینور حتما رنگ کردن کن. به خاطر چی؟ به خاطر اون که مغز بریش درخت کمتر کوک است و در اونجا آب درآمدنش ممکن، آب زمستان برف یا بارودنش کرد و یخ میکند و نابود میکنند. برای حتما رنگ کنید که و آب جمع نشود در داخل آنها. دوم پرابلمی که دیده میشد حتما پاشیدن زهردارها، ضد ضرررسان و کسری هم ضرررسان ها دارن، هم بیماری های زیاد دارن چهارمغز. برای حتما در ترمو اگر امکانات باشد در زمستان در ماه ینور همون داروهای نه برآمدگی هم استحصال ترکیه است، هم استحصال ایرانی است که سه دارو در یک جا است. این نوک است، مدنی دهن فرنگ است و روغن است. سه چیز در یک سه ماده در یک جا آمد کرده است. بسیار نتیجه خوب داده شده است که ما الان در تجربه نر استفاده بردیم. ماه ینور کردن کار است و ماه 15 روز پیش 2 هفته پیش از نشونامش باید با کربامید و دهن فرنگ، کربامید 2%، دهن فرنگ 5% پاشیدن در کار. در این حالت چی فایده میکند کربامید و دهن فرنگ؟ فایده کردنش همین است که کربامید هم حشرات نیست میکند، هم کسلی نیست میکند، هم غذا هست و نیتروژن جابیده میشد که موجهای حاصل دهنده و نودهای برگ دهنده باز نختر نکشان میبوند. باز خصوصیت خوبی کربامید باز در آن است که چهارم که این دوره نشونما کمش 8-10 روز قفا میپرتد و میجوزش خنک است، درخت رو کرخ میکند. باز پنجم فایده کربامید در آن است که از نقطه نظر اکولوژی تازه است. این پنجم کربامید باشد، دهن فرنگ باشد، این سولفید میس، این هم از نقطه نظر اکولوژی تازه است، این نمک است. این مقابل ضد کسل‌های زنبورقی پیدا میشد. همه سیاه گشتن مغز چهارمغز، این کسلی زنبورق از در دوره گل علیه آنها سپورهای زنبورق به داخل میشوند و آهسته وقتی غذا پیدا شد آنها زیاد شده مغز سیاه میکنند. برای همین دو مرتبه حتما گذراندن کار است. در حالت در وقت نشونما هم پیدا شدن یا کنه یا که شرینچه یا که دیگر مسئلات کنید در دورانش هم با یک بار دو بار که دوره کنیم. فقط توصیه داده میشد یک ماه پیش، 1.5 ماه پیش از جمع‌آوری حاصل زهر پاشیدن در کار نیست. چون که همون زهرهای پاشیدگی ما باید در تاثیر آفتاب و گرمی باید آنها تجزیه شوند، نابود شوند که محصولات تازه باشه. این چهارمغز کمتر تاثیر میکنه به خاطر اینکه هم پوست رویی دارد، هم پوست سخت دارد، دو قبض دارد، بعد مغز است. برای همین حتما برای تا گرفتن حاصل بلند خوب همین استفاده بردن کرد. بسیارتر حاضر نه‌های قد کوتاه میان قد هستند، میان قد آورده هستند از ترکیه، از ایران. هرچند این نوها بهترین هست چون که هم تعداد درخت در یک هکتار خیلی زیاد میشه، هم حاصل نوکی زیاد میشه، هم کارکردش آسان، هم زهرپاشی آسان، هم جمع آوریش آسان است، هم طلبات نسبت همین نوها زیاد است. یگانه کمبودی که این از نوهایی که در چند لیر دیگر آورده شدن، یگانه همین تاثیر گرمی هست. گرمی هست و 3-4 سال اول حاصلش دیگه صفتش کمتر پس میشه، بعد آهسته با مطابق میشد به همه مطابق، بعد آهسته با همون معیاری درکاری خودش رو حاصلش رو داده میگیره. همین تجربه‌ای که ما حاضر در همین جمهوری گذرانده شدیم، تجربه‌ای که ما داریم، همین چیز رو خلاصه آوردن ممکن است. استاد درباره همین یک کاری خلقی، تجربه خلقی در چهارمغز میخ میزنن با مقصد حاصل دادنش، با مقصد سیاه نشدنش، همین چقدر فایده دارد؟ برای چی فایده دارد همین میخ؟ بسیار وقت میخ میزنن، تبر میزنن،
سیمکتی میبندند، پوستش میبرند. این اصول های قدیمی تیزاندن حاصل بندی است. در علم هم اثبات کرده شده است، استفاده میبرند، لیکن با مقابل سیاه‌شوی نیست، با مقابل حشرات نیست، مقابل کسلی نیست. فقط به خاطر اون است که ما بسیار از چهارمزار پیوند نمیکنیم. سال هفتم هشتم یک خلاص حاصل میده، خوش 10 12 سال 15 سال حاصل نمیده. بعد مجبور میشن با این کار مشغول شدن که همین کار وقتی که ما زخمدار میکنیم، میخ میزنیم یا که سیمخ میبندیم یا پوستش یک قسمش میبریم، تازه کرده میگیریم و درخت بیمار میشود. درخت بیمار که شد، خواهد نخواهد ذخیره های ژنتیکی گرمانی دارد، برای از خودش نسل گذاشتن و ذخیره بیدار میشود. بیدار که شد، موجهای حاصل دهنده پیدا میشود. موجهای حاصل دهنده پیدا شد تا موجه حاصل یک سال 2 سال که حاصل آغاز مییابد، اون جای بریدگی ما، جای میخ زدگی ما پورا محکم میشود. در آینده این موجها میمانند، هر سال حاصل دادن میگیرد. برای من این منفعت خالی نیست، بسیار به قدیم است که علم اثبات کرده است که منفعت کاره، فایده دارد. درباره نوک پروری چی میگوید؟ مثلا نوک پروری در وادی سرخ در سالهای آخر نشده شده است. به خاطر چی؟ همین نوهای آوردگی از خارج کشور آوردگی بسیار نوک‌ها بسیار باشد و همین شرایط مطابق نه اصلا گرمی چند حشراتی که هستن همین ها بسیار ضرر میبرن. مثال گیریم یکی از اینها میدیان نیست میگوید، شکرک بانی میریزد، در نوک بسیار میریزد. همین نوک با همین استوار نیست. برای من توصیه داده میشه که نوک هم از 1200 متر بلند شنوندن در کار است. ما مثال میبرم برای تجربه، همین نوکایی که ما از فرانسه آوردیم شنودیم، یک چند نوها رو در دره الماسی در خواجگی اسکیچ همین حادثه روی داد. ما ویار کنده برده در تاجیک آباد شنودیم. تاجیک آباد کسل نیست، بهترین حاصل گرفته شدن تاجیک آباد. مثلا بلندی کوه، دامن کوه، جای خنک. برای من در وقت انتخاب نوهای نوکم بغیر از نوک‌های محلی که در شرایط ما میشود، اگر در شرایط وادی سر، در شرایط تاجیک مرکزی همین نوهای ناشپاتی نازل میشود. نوک‌های ناشپاتی، نوک غرمی، نوک ناشپاتی، نوک دلافریز. نوک‌های نوهای محلی که نوهای با طور سلکت تئور کردگی نوک است. ناشپاتی است، این نوع محلی است که با همین وضع از جهت ساختش هم استراکچرش هم فرق میکند، از جهت مزهش هم. بعد همین روسی بگویم زهر نیستی، این خیلی داخلش و مانندی وای دارد، جدا ناشپاتی بسیار است. ناشپاتی کلان خیلی این نگهداریش خوب است، لیکن از جهت ترکیب بیخیمیشون از نوک‌ها پس میستد. فقط خصوصیت نگهداریشون خوب، خصوصیت به جاهای دور انتقال کردنشون خوب است. یکی استفاده برند در وادی حساب پرورش کردن ممکن است. سختش کدام است و ملایم شبکش کدام است؟ نوهای که مثلا حاضر در شرایط تاجیکستان پرورش میکنن، نوهای کوریا هست، ویلیامز هست، اینها نوهای نغز هستن و اینها ملایم میشن. لیکن نوهای سخت میسادگیشون و میکردشون اولیوی دیسیر هست، از این سورتی فرانسوی اولیوی دیسیر. بعد نوهای همین ناشپاتی، نوهای محلی، هم نوک غرمی، اینها سخت میستن. نه بله کردی کلام. بعد از اون نوی از همه خوبی که در چای تاجیکستان نازل میشود، این لسنه کرسای است، نازنین جنگلی است. این مانند لامپشکا برید میشود، بالاش وای دارد سرخچه، بانش زرچه میشود، بسیار نازل میشه. این ملایم میشد که اما یک هفته پیش از پختر سر جمع کاری گفتن در کار جوش تمام که دورنسیا میشد. وای بعد وقتش جمع کردن کار وقتی روسی میگه تکنیک زیرلاس خوب میشه. گرفته بسیار خوب میشه. نازن نامیل لسنه کرسای است. استاد جون یک جان تشکر به شما، دست شما درد نبینه، عمری دراز بینید، سلامت برای کار باشم. خدا نگهدار. درمان. درمان. دیرون عزیز با استاد یک جان تشکر می‌کنم.